با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس از طرف حاج آقا داخل شلواریان در خدمتتون حضور دارم و آماده جواب دادن به سوالات شما ملت نمک نشناس هستیم. همینجور که میدونی ایشان در مراسم عزاداری هستند چون ظریف استعفا داد. آره دیگه من نمیدونستید ملت نمک نشناس؟ بله، ایشون آقای ظریف استعفا دادن و فلنگ را بستن و آقای حاج آقا داخل شلواریان هم ممکن است به ایشون جوین کرده و فلنگ را ببندن. قبل از اینکه ایشون برون گفتن که ما اینجا بیایم آخرین سالهای شما رو جواب بدهیم. یکی از سوالایی که شما عزیزان برای حاج آقا فرستاده بودید چتونه؟ خب سوال خودتونه دیگه. با آیا داشتن کارهای خاک تو سری با چند زن و صیغه صحیح و مجاز می باشد؟ حاج آقای داخل شلواریان جواب شما ملت نمک نشناس را این گونه دادن: در صورتی که در خواهران کشزاربانوها، خواهران صیغه‌ای، همون خواهرانی که لباسهای ملوانی و خلبانی و کبوی و چه میدونم پرستاری پوشیده، در صورتی که این خواهران به همدیگر نگاه نکنند. چطوری موردش رو بردی؟ خب به همدیگه نگاه نکنید دیگه. و فقط آقای کرایه‌ای، آره دیگه میشه که آقای کرایه‌ای دیگه شوهر موقتی حق نگاه کردن داشته باشد. یعنی که چی؟ یعنی که شما وامونده ها، خواهر و کشزاربانوها به هم نگاه نکنید دیگه. میگم اصلا از اینا بذارید، مثل اسبا بودن، از اینا بذارید همینجوری دنبال همدیگه بگردید. کاری دیگه. حالا نگاه کردن نداره، یه خود عزیزان تقلب کردید دیدید، اب نداره، اما سعی کنید از اینها استفاده کنید که همدیگه یه وقت نبینید. آقای کرایی شوهر موقتی میتواند ببیند، شما همدیگه رو نگاه نکنید، اون موقع صحیح و مجاز میباشد. آره والا، آره دیگه. 5 تا 6 تا 10 تا میشود همون گروپ سکس یا گروپ صیغه‌ای. نگاه نکنید به هم دیگر، از اینها به چشمتان ببندید، لمس کردی بروید. اگه چیز اشتباهی هم دستتان آمد اب نداره. سوال دیگری که شما ملت نمک نشناس از حاج آقا داخل شلواریان سوال کرده بودید که البته حاج آقا داخل شلواریان این تحقیقات یک عمر مسائل خاک تو سری داخل شلواری تناسلی دارن در صورت مجانی به شما ملت نمک نشناس اختیار میگذارند. پس چی فکر کردین؟ فکر کردین ایشون پروفسور ناسا هستن؟ در کره مریخ و وینس و ساترن تحقیقات داشتن یا موشک هوا فرستادن؟ نه والا. حالا اون موشکایی هم که ما هوا فرستادیم که مثل لوله بخاری ها خود با خود آتیش گرفت، دیدین که؟ نه بابا، ایلین ها نزدن، رپتیلین، درکونین، پلیدین، نه بابا، اصلا خودش آتیش گرفت. آره والا. همینجا که داشتیم میگفتیم از بحث مسئله برگردیم داخل مسئله که کارهای خاک تو سری و داخل شلواری میباشد. سوال دومی که شما ملت نمک نشناس به صورت مجانی از حاج آقا سوال کردید این بود: در صورت امکان بفرمایید با چند مورد می شود صیغه کرد و کارهای خاک تو سری داشت؟ والا حاج آقا خودشون با کمال احترام دارن میگن ها. موردی ندارد، قانونی ندارد، قانون جنگل است، خر تو خر است، همه‌تون بریزید رو هم دیگه. آره والا، کشزاربانوها اصلا شما نگران قانون و مرام و شرف و وجدان و اینجور چیزا نباشید. صیغه کردی بروید،
سیغه بشوید، کرایه کنید، کرایه بدهید. آره والا، هیچ موردی ندارد، قانونی ندارد. شما هیچ نگران نباشید. کارهای خاک تو سری داخل شلواری، شما آزادی کامل. فقط حجابتون رو رعایت کنید. پریده های پتیاره ها، بدون حجاب نمی شود کارهای خاکستری و چه میدوانم گروه سیغه و اینجور چیزها انجام داد. حجابتون رو رعایت کنید. دیگر حرفی ندارم. امیدوارم این یک عمر تحقیقات داخل شلواری و خاکستری رو که به صورت مجانی به شما ملت نمک نشناس، ویژه شما کشتزاربانوها در دسترس گذاشتیم. امیدوارم که نمک نشکنید. بروید که ما باید فلنگ را ببندیم، باید بریم آتشخالاییم را جمع کنید تا درس بعدی.